کس نگویه ما دکان چه قسم در طاعت الله مصروف بسازم. دکانی تا در جای ازی که موسیقی را ماندی، هتل از موسیقی را ماندی که مردم بیا نان بخوره، توسط موسیقی تو نان پیدا میکنی، دکانی تا توسط موسیقی مشهور میکنی، عکسای لچ زنا را نصب کرده ای، بوتا را نصب کرده ای که ترویج شوه، فایده پیدا بکنی. دکان مرکز دعوت است. 4 دقیقه که امرای کسی میشینه، عمل کردی تو دعوت است، عمل کردید، یک شخصی پیشت مراجعه میکنه، برش میگی که برادرم من چنه را یاد ندارم، زبان بازی را یاد ندارم، فریب نمیکنم، من نرخی برات میگم که ضمانت میکنم، مالی برات میدم که قطعا غش فریب نباشه. دعوت است.